Домло ҷон, як масъала буд, қатъи шумо мехостем дар ҳамин масъала як камтарак суҳбат кунем. Хулоса ки як камтара як чиза аввал пешакӣ гап занам. Мо як чанд қадар пеш як ютуб канал доштем дар ютуб. Фақат ҳамин масъалаҳои диние ки мо масъалаҳои дунёӣ, илмии дунёиро ба масъалаҳои илмии динӣ муқоиса карда ва дар мардум пешкаш мекардем ки шутоби имони мардумро мисол мо ягон кӯмаке шавада барои чиз. Вақте ки ҳамин масъалаҳоро бисёри баъд кофтем, бисёри баъд мисол вақте ки як мавзӯъро тайёр мекунем, пеш аз оне ки мавзӯъро мо дар мардум пешниҳод мекунем, албатта ки аввал худ мо меомӯзем ӯ чиза, баъд пешниҳод мекунем. Чандин домлоро мепурсем, чандин касоро мепурсем, баъд ю пешниҳод мекунем. Масъала ҳамин ки давоми кофтани ҳамин мавзӯое ки мо мисол дар ягон масъала мавзӯъ мекардем, бисёр ҳолатҳое пайдо шуд ки хай худованд бубахшад, дар дили худам шубҳа пайдо шуд. Хай бигем набарот то хӯрда, баръакс. Баъди ҳамин истода мисол фикр дазадем ки чӣ кор кунем, ягон кас қад як мусоҳиба бигзаронем, гап занем ко ҳамин ягон мисол китобое ё ки ягон чизое бошад ки барои қавӣ кардани имони мо ё ки ҳамин шубҳаро аз дили мо дур кардан моро кӯмак кунад, ё ин ки шумо дар мисол ё ки шумо ё ки ба шумо бар ин шахсиятҳо дар ҳамин масъалаҳо мона пешниҳод кунем, ягон ҷавобе битиҳем ки мода қаноатманд бошад. خب یک مسئله از همین مسئله هایی که نشر میکردید کنی مثال بیارید چی من گپ زنم کدام مسئله است؟ مسئله یکم در سوره 86 آیت 7 دا گفتگی شده است که آب منی مرد از بین قفس سینه او جدا می شود. بله. علم طب ایرو دیگه خیلی بگیم با زبان روسی دیگه خیلی ابیسنیت کردگی، دیگه خیلی فهموندگی، علمی حاضره معاصر بگیم ده. ایرا علاقه دیگه خیلی فهموندگی. این یکم مسئله. دوم مسئله خب در هر مسئله که الله تعالی گفته است در قرآن کریم طب درست موافقت میکند. یخرج من بین الصلب و الترائب گفت، آب نطفه از صلب مردها و از ترائب زنها میبراید گفت. سخن طبیب ها در این موافقت میکند. یگان طبیب اگر سخنش موافقت نکنه به صاحب خودش رد است، به این دلالت به ضعف علمی همون میکند. هیچگاه قرآن از نگاه علمی دنیا در قرآن یگان خطاگی نیست. ببینید سوره تارتانک است در قرآن کریم، 1400 سال پیش نازل شده است. الله تعالی گفت که اتخذت بیتا، درباره تارتانک گپ زد. وقتی که صیغه ساختن خانه گپ زد با صیغه زنانه گپ زد. اتخذت گفت. در لغت عرب اتخذت این صیغه زنانه هست، یعنی خانه ساخت. گپ درباره تارتانک نارینه میرفت، لیکن وقتی که فعلش را گفت در گپ درباره ساختن کی رفت، صیغه زنانه را استفاده کرد. بعضی عالم هایی که از لغت عرب با خبر بودن قرائت قرآن میکردند و گویا که خطاگی یافتن از الله تعالی. باید اینجا اتخذه میشد. برای چی اتخذت گفت با صیغه زنانه؟ میگفتن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله خطا نمیکند، چه خیلی این از الله تعالی من خطاگی یافتم گفته پناه میطلبیدن و میگذاشتن میبرفتن فکرشون به دیگه طرف میکردن که در شریعت شک نکنم گفته. در عصر 20 آخرهاش و 21 وقتی که ترقیات شد و مردم تارتانک نر و ماده در اون زمانه چه خیلی میفهمیدن. حاضرم بدون یگان اپرات جدا کردن تارتانک نر و ماده خیلی دشوار است آخر. بعد در زمان ما یعنی عالمایی که حیوان شناس و حشرات شناس هستن، اینا به همین خلاصه آمدن که تارتانک فقط خانش مادهش میبافت است، نرهاش نمیتونست است. یعنی که بعد 1400 سال علمی دنیا اثبات کرد آن چیزی که الله تعالی میگه حق بودنشه. این خیلی آیت ها زیاد است. یکی از طبیب هایی که 60 سال در علم پوست شناسی متخصص بود و رساله ماجستر و دکترا نوشته بود، در یکی از کنفرانس های جده اشتراک میکند، اثبات میکند که همه درد و علم را پوست انسان حس میکند، نه گوشت. حتی اگر سوزن هم که در آوردید
پوست حس میکند، گوشت حس نمیکند. کاردم وقتی که جراحت کردید پوست که بریدید درد میکند، گوشت که بریدید درد حس نمیکند. همین مسئله با دلیل و فکت و رقم از نگاه این یک طبیب آمریکایی در شهر جده اثبات میکند. بعد اون وقتا شیخ عبدالمجید زندانی عالم زنده هست. این آدم ما چندی مراتبه در مدینه وقتی که سفر کرده بودن وا خورده هم صحبت شده هستیم، در درسالشان اشتراک کردیم. همین آدم میگوید که میبخشید طبیب محترم، این آیت ما 1400 سال این جانب میدانیم که همه چیز پوستی حس میکنه. الله تعالی در قرآن کریم میگه که کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب. هر وقتا که پوست های اهل دوزخ سوخته تمام شود ما پوستی نو میتیم لیذوقوا العذاب، تا اینکه عذاب بچشن. یعنی دوزخی ها در دوزخ همین که پوست هاشون سوخت الله تعالی پوستی نو میداد است. برای چی؟ تا اینکه عذاب بچشن، عذاب بردوام باشد. این دلالت میکند که پوست درد میچشد. این 1400 سال پیش الله تعالی در قرآن کریم گفته است. در کدام سوره گفته است؟ من برای من همون سوره نوشته تید. این کس یک قرآنی به زبان انگلیسی ترجمه شده را اون وقت حال اینترنت در تمام کشورهای دنیا نبود، اینترنت فقط در داخل امریکا بود. میتیان کتاب به ترجمه چیش به ترجمه زبان انگلیسیش قرآنی کامل. طبیب رفته اسلام میبیارد. در مدت یک سال 500 بیمارهایی که کافر بودن بیماراش میزاجاش اسلام قبول کردن در دست همون طبیب، زمانی که حال اینترنت نبود. یعنی هیچگاه نه علمی طب، نه علمی فیزیک، نه علمی خیمیه، اگر نه علمی طب، نه یگانه علمی دنیا با قرآن زید نمی براید. اگر رفت و زید براید اون نادرست است. قرآن درست است. بسیار کتاب ها، مثلا یک آدم دیدم من کتاب نوشته است درباره ضررهای عرق از نگاه علم طب. مثلا به جگر چی ضرر دارد، به دل چی ضرر دارد، به پوست چی ضرر دارد، به فلان جو چی ضرر دارد. یک مجلد است، یک جلد است فقط ضررهای عرق از نگاه علم طب. خب مادامی که همین قدر ضرر داشته است بنابراین الله تعالی حرام کرد. یا یک کتاب دیگر بود ضررهای گوشت خوک از نگاه علمی طب. یا یک دیگه کتاب دیدم دندان شستن. پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر به امتی من وزنی نمیکرد من در یک شبانه روز 5 مرتبه به شستن دندان امر میکردم. گفتم ببینید از سبب مشقت نشودم امر نکردن لیکن ترغیب کردن برای شستن دندان. در همین کتاب ذکر شده است که در یک مرتبه شستن دندان با دندانشویی که با خمیره های همین روزش زیاده از 200 میلیون میکروب ها از دهان دور میشد. یا یک مرتبه وقتی که انسان غسل میکند زیاده از چندین میلیون میکروب از بدن انسان دور میشد. چقدر شریعت به شستن، به طهارت، به تازگی عمل کرده است، همش در علم طب تصدیق میشه. بنابراین برادرای عزیز این در این شریعت اسلام میگم خطاگی نیست. الله تعالی میگه که اگر تمام انسان ها و جن ها در یک جا جمع شوند به هم دیگر کمک کنن که در همین قرآن یک خطاگی آوند، یک خطاگی هم یافته نمیتونه. چون این قرآن از نزد الله سبحانه و تعالی آمده است. ذاتی که دنیا را میداند، ذاتی که همه چیز را میداند، ذاتی که ما را آفریده، ذاتی که دنیا را آفریده است و علیم است، ذاتی نهایت دانشمند است. بله برادر، ما اجازت هستی گپ زنم؟ و فکرم کفایه برادر از دیگر ها هم دارد. یک چیز دیگر ما شما بپرسم تمام ایرا میتونین کوتاه جواب بدین. ما یک شخصا ما یک عقیده هست ما که در یگون سخن میبریم که گپ میزنیم ما میگوییم که من نمیخواهم مسلمان باشم به آن سببی که پدر و مادر من مسلمانه. من میخواهم مسلمان باشم از سببی که خودم میخوانم، مثال میآموزم اسلام، بعدن از خواندن از خلاصه خودم مسلمان بودن میخوام، نه برای اونه که پدر و مادر من مسلمانه. همین عقیده در من خطا میکنم یا به فکر شما؟ یعنی به عباره دیگر یعنی من اسلام
پیروی میکنم، نه به آن خاطری که پدر و مادرم مسلمان است، بله. بلکه بله. من خودم جستجو کردم، حقیقت را در این دین مقدس اسلام دیدم، بنابراین من پیروی از دین اسلام دارم. تمام، گپی زیادتی لازم نیست. نه مثال در همین مسئله در یگان خطاگی هست، مثال در همین اگر فکری ما این من خیلی که گفتم اگر مرادتون همین خیلی باشد هیچ گپی ندارد. این برادر دلشاد یک چیز گفت که ما در کانال ما همین خیلی چیزهای اسلام با چیزهای دنیا قیاس میکنیم. گفت بله، ما هم در شرح عمدة الاحکام در بسیار مسئله ها ذکر میکردیم. مثلا حالا میبیاد در عملهای شبانه روزی وقتی که پیامبر صلی الله علیه و آله از خواب بیدار شدن، با دستانشان با انگشتانشان خواب میپرانیدن از چشمشان. واقعا همین چیز به واسطه انگشت چشم مالیدن خواب میپراند مثلا، یعنی این چیزا حقیقی است. یا پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی که از خواب خسته دستاتون اول شوید گفتن، برای چه خودشون نشسته اول چی کردن؟ اولش اینکه دستی پیامبر صلی الله علیه و آله هیچگاه نجاست نمیشد، پیامبر صلی الله علیه و آله پاک هستند، لیکن همچون برای تعلیم به مردم باشه پیامبر صلی الله علیه و آله با داخل انگشتاشون چشمشون رو نمیمالدن، با پشت انگشت، با اینجا غالبا به نجاست نمیرسد، با همین جاها چشمشون رو میمالیدن. مثلا هر یک سخنهایی که در علم فقه، در علم طهارت، نماز میخوانیم، همش به علم طب موافقت میکند، همش برای فایده انسان است. هر عملی که شریعت امر میکند این به فایده انسان است، هر عملی که شریعت نکن میگه در همون عمل ضرر است. این قاعده عمومی رو فراموش نکنه برادر دلشاد.